سلام به همه دوستان پیک شادی و همراهان خبر تو خبر. این هفته خبر تو خبر داره براتون از رئیسی جلاد که در جریان سفر به سیستان و بلوچستان قمپوز درمانی و باید درمانی رو رد کرد و وارد عرصه باد درمانی شد. خداوند متعال این وضعیت بادی که در این منطقه ایجاد کرده باید ازش استفاده کرد. استفاده اینه که نیروگاه‌های وادی رو بشه در این منطقه فعال کرد. اینم میتونه به تولید انرژی در منطقه حتما کمک بایسته و شایسته بکنه. البته آخوندها باد رو به کار گرفتن، منتها توی بسته‌های چیپس. وقتی رئیس جمهور آخوندها به باد درمانی رو میاره و مشکلات مردم رو به باد ارجاع میده، تکلیف بقیه آخوندها هم روشنه. مثلا آخوند پهنیان چنین نسخه‌ای برای مقابله با کرونا میپیچه. من فکر میکنم اگر شما امکاناتشو داشته باشی، مردم بیماران کرونایی یا غیر اون رو اسم و مثلا حرف مختصر فامیلش رو برای شما مثلا پیامک کنن یا توی اپلیکیشنی بگذارن، بعد اینجا شما به کسانی بدید زیر بقعه دعاشون کنن. حتما خدایا این بیمار حسن آقای مثلا میم حسن نمیدونم حسین آقای میم این رو شفا عنایت کن انشالله. مؤثره قطعا. حالا بشنوید از برادر همین آخوند پهنیان که برای واکسن برکت اینطوری سینه چاک میده. الان امریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، دیگران، خود محققین، اون مجموعه‌های مختلف علمی رسیده الان تراز مقبولیت واکسن برکت به 93-94%. این یعنی چی؟ این یعنی تو دنیا بی‌نظیره. با تمام همه تو بگذار، تمام غم تو بگذار، یه خود کار کن، یه خود زحمت بکش، یه خود عرق کن، تولید برکت رو بالا ببر، در اختیار همگان قرار بده. بعدم وزیر بهداشت رئیسی به همین روزهای آخوندی استناد میکنه و اینطوری برای واکسن‌های ولایی بازارگرمی میکنه. گزارشی هم که امروز در ستاد کرونا دوستان ما گزارش علمی که دادن، میزان عوارض واکسن بسیار ناچیزه و واقعا یک کار خیلی خوبی انجام شده و واکسن‌های تولید داخلی هم حتی عوارضش از واکسن‌های وارداتی هم کمتر بوده توی گزارشی که انجام شده. بله، هیچ عوارضی نداره، اینم شاهدش. سلام به دوستا و فامیلای عزیزم. من رفتم واکسن برکت زدم، شکر خدا هیچ عوارضی نداره، سلامت و صحیح و سالم حالم هم هستم. شما حتما بزنید. خلاصه این که زمین و زمان رو به هم میدوزن تا همه چیز رو عادی جلو بدن و بگن همه چی آرومه. مجریای تیوریش هم حقوق میگیرن تا سیاه ترین روزهای ایران رو اینطوری ماسمالی کنن. و هدفگیریشون واقعا فلج کردن ماست. بعد جالبه همین در گذشت 1400 امریکایی در یک روز رو شما اصلا خبرشو نمیشنوید، ولی 700 تا ایرانی، 700 شهروند محترم ایرانی خدا رحمت کنه، این ضرب در تکرار میشه. بلافاصله میگن اینو اعتماد نکنید، به یه روایتی باید ضرب در 3 بشه، به یه روایتی ضرب در 6 بشه، به یه روایتی بابا چه خبره؟ نکنه همه ایران رفتن ما خبر نداریم. اما مردم ایران هوشیارن و در فضای مجازی و حقیقی با انواع و اقسام شیوه ها یقه عظما رو میگیرن. هرچی بزند، بعضیا فایزر میزنن، بعضیا فایزر میزنن. من و تو دوغ میخوریم و اونا دل استر میزنن، حکمتش چیست آخر که بعضیا نمیگیرن؟ حکمتش چیه آخه که بعضیا نمیگیرن؟ هر کی فرعی بود گرفت و اصلیا نمیگیرن. اصل کاریا مثل خارجیا نمیگیرن.
فکر کنم رسونده باشم که کیا نمیگیرن. بله یادتون عظما چه خالیایی درباره صادرات نفت میبست؟ این حرکت اخیر آمریکا هم همینجور. اولا تلاشی که اینها میکنن در زمینه نفت به جایی نمیرسه. ما اون مقداری که نیاز داریم، اون مقداری که لازم داریم، اون قدری که خودمون اراده کنیم میتوانیم نفتمون رو صادر کنیم. حالا وزیر نفت دولت جوان و حزب اللهیش اینجوری بادکنک نفتی عظما رو میترکونه. تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی از آوریل 2018 تا آوریل 2021 باعث شد که ایران از تولید حدود 1.8 میلیارد بشکه نفت خود محروم شود و منجر به وارد آمدن بیش از 100 میلیارد دلار خسارت شده است. خلاصه ای که آخوندا هر چقدر هم صحنه سازی کنن تو این وضع و اوضاع خودشون رو لو میدن. در شروع مشنگستان این هفته یادی کنیم از یک مصاحبه مسخره در تیوی ریش و زور زدن مجری ناشی برای تولید آبگوره. سوال میپرسم، اینو من بگید، تا حالا شده به یه نفری قبطه بخورید؟ بله. قبطه رو که میدونید؟ بله خیلی هم دوست دارم این لغت رو. کم شده؟ بله. به کی؟ امام خمینی. چون گفت با روحی آرام به سوی خدایم برمیگردم. این خیلی جمله بزرگیه برای اون لحظه که پرده ها میره کنار و آدم میبینه که اونور چه خبر هست. این شما و این هم نمونه ای از اراجیف امام کفنپاره درباره موسیقی و از جمله چیزهایی که باز مغزهای جوانها را مخدر است و تحقیر می‌کند موسیقی است. موسیقی از جدیت انسان را بیرون، خیانت است به یک مملکتی، خیانت است به جوانهای ما. این موسیقی را حذفش بکنید. احتمالاً این کلیپ هم بر اساس همین اظهار نظر خمینی درباره موسیقی و عوارض ویرانگر اون ساخته شده. یار دل نوازم شکریست با شکایت زلزله داره میاد. بله زلزله است، الان اینجا هم زلزله است. امامشون که اون باشه، نوچه ها و جوجه طلبه هاش هم میشن امثال این که در خرافه بافی و خرافه گویی با همدیگه در رقابتن. زنی یهودی برای پیغمبر گوشتی بریان کرد، گوسفندی به عنوان هدیه برای پیغمبر آورد و چون میدانست پیغمبر اسلام به ماهیچه بسیار علاقه داره، ماهیچه این گوسفند رو آغشته به سم بیشتری کرد، برای پیغمبر فرستاد. پیغمبر اسلام داره که ماهیچه رو در دهان گذاشتن اما در آوردن. بعد فرمودن استخوان این ماهیچه به من خبر داد که این مسمومه. حالا یه نمونه از این جفنگیات رو از زبان پاسدار فیروزآبادی بشنوید که بعد از واصل شدنش به درک در فضای مجازی دست به دست شده. در اینکه 33 روزه لبنان نمیدونم منتشر شد یا نه، در تحقیقاتی که ارتش اسرائیل از سربازانش و افسرانش به عمل آورد، افسران ارتش اسرائیل و سربازان ارتش اسرائیل بهشون گفتن چرا شکست خوردید، چرا فرار کردید از جبهه؟ گفتن که انسانهایی با لباس سفید سوار با اسب با شمشیر به ما حمله میکردن، هر چی تیراندازی میکردیم اونها اثر نمیکرد، ولی اونها
بر ما کارگر بودن. برای این فرار کردیم. اون چی که الان میخوایم با هم ببینیم نه کلیپ فانه و نه نمایش طنز، گزارشی از نحوه اطفاء حریق در یکی از جنگل‌های شمال ایرانه. خودتون ببینید مملکتمون دست کیا افتاده. آی کاپیتان، آتیش الان زیر خاکستره. شما آبتون رو خاکستر بپاشین، چون زیر نیزارا رو ما صبح همه رو آبپاشی کردیم، خاموش کردیم، ولی این خاموشی جزئیه. فوری دوباره همون موقعیتی که به شما دادیم الان دوباره به شما موقعیت میفرستم. الان همونجا هستیم خاموش کنین. شما خودروی آتش‌نشانی می‌گیرین؟ خودروی آتش‌نشانی رو الان اینجا هستن، دقیقاً بغل خودروی آتش‌نشانی این فاصله که الان سوخته، شما آب رو بپاشید از غرب به شرق. الان موقعیت براتون میده. الان موقعیت باشون. البته این فقط یه نمونه بود. آخوندا همه کاراشون برعکسه، میان وزنه بزنن ولی وزنه اونا رو میزنه. آخرین بخش مشنگستان رو هم اختصاص میدیم به حرفای سخنگوی بیسواد قضایی آخوندا که به تزریق میگه ترزیق. با تهیه و توزیع واکسن‌های تقلبی به حدود 30 نفر در واقع تزریق انجام دادن. در واقع با داروی تقلبی که تزریق می‌کردن سعی می‌کردن مبالغی رو به ازای هر تزریق بین 2 تا 3 میلیون تومان از مردم اخذ بکنن. در پایان توجه شما رو به هنرنمایی یه راننده لودر جلب می‌کنیم که در نمایش تسلط گوی سبقت رو از بقیه ربوده.